آنچه که میبینمت و در زندگیم هستی و ای آنچه که هستی و قادر به دیدنت نیستم، از خود شما سپاسگزارم. خود شما خدایی. بعد ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم یه آدمی رو میبینیم شروع میکنیم به قضاوت کردنش یا به تحقیر کردنش یا به ناراحت کردنش. حواستون نیست این کارو دارید با خدا انجام میدید؟ یه حیوانی، یه موجودی رو اذیت میکنید، نمیگید این خود خداست؟ از یه کسی یا چیزی انتقاد میکنید، نمیگید اینا همه خدا هستن، همه ذراتن، همه ذرات خداوندن؟ بعد یه عده میان میگن که خدا کجاست که جواب ما رو نمیده؟ این همه دعا کردیم اما جواب نگرفتیم. این فقط مهربانی و رحمت بی نهایت خداونده که این همه نمک نشناسی ما رو تو چشممون نمیزنه. شما حتی حق ندارید جلو انگشت کوچیکه پات انگشت دیگه پاتو تحقیر کنی، قضاوتش کنی. چطور به خودمون اجازه میدیم ذراتی پیش ذرات دیگه قضاوت کنیم، تحقیر کنیم، ناسپاسی کنیم، بی‌توجهی کنیم؟ دیگه دنیای جهالت سر رسیده. دیگه من و تو دیگری نداره، انسان و حیوان و گیاه نداره، جن و فرشته و پری نداره، من و خدا نداره. همه ذراتن به انواع شکل. یادتون باشه هیچ چیزی در این جهان نیست که ذرات نباشه، هیچ چیزی در این جهان نیست که خداوند نباشه. حالا ببینید چطور رفتار میکنید، چطور عمل میکنید.